خانم دکتر فرنودی، با تشکر از وقتی که به ما دادین، میخواستم که سوالی رو بکنم از طرف همه جوونا که در واقع به عنوان انسانی که اطلاعاتی از مسائل روانشناسی به طور عمومی نداریم، چگونه در برخورد با انسانهای دیگه، حالا چه از جنس مخالف چه از جنس خود شخص، چگونه بتونیم یک تشخیصی بدیم که این انسان میتونیم رابطه ای رو باهاش برقرار کنیم که این رابطه به ناکجا آباد نره و در واقع کانکشن خوبی رو بتونیم برقرار کنیم که برای ما رضایت بخش باشه. اگر این سوال جواب بدیم خیلی متشکرم. فکر میکنم اگر سوالتو خلاصه کنم اینه که میگی که نشانه های یک انسان سلامت که مشتاق رابطه است نه محتاج رابطه و رابطه با اونم راه به آبادی میبره چیه؟ مشخصاتی ها و ویژگی های آدمی که اصولا انسان سلامت تریه، بالغ تره، بلوغ عاطفی بهتری داره. من میدونم که به من فقط 10 دقیقه وقت دادی، بنابراین تو این 10 دقیقه میخوام یک تجربیاتمو و دو آنچه که از کتاب‌ها آموختم به صورت یک کپسول که راحت الهضم هم باشه در اختیار شما بچه‌های باهوش و کنجکاو این زمانه بذارم. ببینید، اولین ویژگی یک انسان سلامت اینه که با خودش و با آدمای اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست. در نتیجه حضورش و محضرش هر دو به آدم آرامش. این آدما یا چیزی که میگن به اصطلاح انرژی مثبتی آدم از کنارشون میگیره. بیشتر از اون که انتقادگر باشن مشفق، بیشتر از اون که منفی باشن مثبت، بیشتر از اون که متکبر باشن متواضع، بیشتر از اون که بخوان خودنمایی کنن دوست دارن در یک فضای اشتراکی ببینن دیگران رو و خودشون هم دیده بشن. آدمایی هستن که شما با اونها بهترین بخش وجودت بیرون میاد، نه آدمایی که شما آماده میشید که باهاشون کشتی بگیرید. حالا این کشتی یا کشتی کلامیه یا کشتی خودنماییه یا کشتی در واقع کنترل و تسلط پیدا کردن بر اوه. به عبارت دیگه فیما بینتون یک رابطه سلطه‌گرانه یا سلطه‌جویانه به وجود نمیاد. آدم سالم خوشخلق، مزاح و طنز خوبی داره. طنز خوب و بد فرقش اینه که در شوخ طبعی سلامت با هم میخندیم، در شوخ طبعی بیمارگون بر دیگران میخندیم، یا در شوخ طبعی بیمارگون تو یکی دیگر دلشو میشکنی برای اینکه خودت بخندی، در حالی که طنز سلامت اینه که با همه میخندیم. بعد خلاقیت وجود داره توی رابطه سالم. توی رابطه سالم و انسان سالم خیلی فلبداهه هست، یعنی شما احساس نمی کنی که پشت ذهنش یه چیزی داره میگذره که شما باید انرژی خرج کنی تا اون چیز رو کشف کنی. همونی که میبینی همونه. به همین دلیل هم هست که محضرشون راحته. در کنار یه آدم سالم شما احساس میکنی که حرمتت حفظ میشه، یعنی برخوردش با شما محترمانه است و محترمانه. احترام هیچ وقت در الفاظ فقط ختم نمیشه،
چون ما در کلام، در الفاظ محترم‌آمیز، احترام‌آمیز میتونیم خیلی بی‌حرمتی کنیم. کسی که سالمه از زخم زبون و نیش زبون، یا اینکه اینجا بهش میگن سارکزم، استفاده نمیکنه. بنابراین احترام رو در کنارش حس میکنی، حس میکنی که حال تو رو در میابه، حس میکنی که در واقع بهش میتونی اعتماد کنی. یعنی هر چی که زمان میگذره میبینی امنیت بیشتری در کنارش احساس میکنی و میخوای بیشتر خودت رو و قصه های دلت رو باز کنی براش، چون این احساس امنیت رو بهت در واقع میده. بعد میبینی که به همون میزانی که شوق گفتگوگری داره، شوق شنیدن داره و بی توجه نیست. یعنی با تو مثل شی برخورد نمیکنه که تو عالم خودشه. نکته دیگر در کنار یه آدم سالم اینه که حس نمیکنی داره از تو استثمار میکنه، سودجویی میکنه. نه استثمار عاطفی، نه استثمار مادی، نه انواع دیگری از استثمار. بنابراین انسان سالم برای تو به عنوان یک انسان ارج مینهه، خودشو برتر از تو نمیبینه، قدرت‌های خودشو بیشتر از تو احساس نمیکنه و برخوردش باهات محترمانه است، بهت امنیت میده، احساس تو در میابه. شوخ طبعی داره، ولی شوخ طبعی که تو رو تحقیر نمیکنه و خلاقیت و فی‌البداهه گری در او هست. معمولا یک انسان سالم زیبایی ها رو میبینه و به زبون میاره. در نتیجه شما از مثبت‌های وجود خودت در آینه وجود او، در آینه رابطه با او، یک تصویر بهتری از خودت میبینی. فکر میکنم در عرفان هم رابطه مرید و مراد همینه که پیر در مرید خودش شوقی به وجود میاره که خودش رو به طور خالص و برهنه امنیتی داشته باشه که خودش رو خالص و برهنه در اختیار او بذاره و بعد او تصویری منعکس میکنه، بر میتابونه از شخص که شخص خودش رو بهتر از اونی که حتی خودش میدیده ببینه. این شفافیت، این یک پارچگی از ویژگی‌هایی که انسان سالم میتونه به آدم منعکس کنه. بار دیگه میگم انسان سالم کنترل احتیاج نداره، تسلط احتیاج نداره، تحقیر دیگران احتیاج نداره، تحقیر دیگران رو احتیاج نداره. وجودش متواضع و برخوردش محترمانه است و خودش رو به همون دلیلی که برتر از دیگران نمیبینه، به همون دلیل آدم در کنارش احساس وجود و شعف و امنیت میکنه. هر چقدر ما سالمتر باشیم، قدر رابطه رو به صورت یه پدیده دو جانبه بیشتر میدونیم و میدونیم که وقتی ما بالاتر از دیگری خودمون رو میبینیم، یعنی طرف دیگر رو داریم به تدریج از دست میدیم. تو میتونی در قله باشی ولی تنها. این از ویژگی‌های انسان خودشیفته و برترین قدم است. خیلی متشکرم دکتر و متشکرم از اجازه‌ای که دادین تا اینا رو استفاده بتونیم بکنیم روی فیسبوک و روی یوتیوب استفاده کنیم. خیلی ممنون. امیدوارم که فایده‌ای داشته باشه. شنیدنش باعث خوشحالی منه اگر بتونم به شما جوونا یه ذره از تجربه یا از اون اندکی که میدونم کمک برسونم. خیلی متشکرم.